درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضل‌الدین محمدیف در قرائت هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری. آغاز گفتار 39. دکتر جان، بیاید قاریکه جیغ میزنن. خبر آورد الله نظر. چی شده است؟ همه صحت و سلامتند؟ از مدینه منوره حضرت ایشان آمدن و به شما کار داشتن کس. پس برادر قیامتی امان ایشان محمود سلطان را پریروز بر محل ودا گفته بوده ایم. حضرت ایشان در پیش صوفه با همسفران من راست ایستاده صحبت میکرد. مرا دیده سردکک حال پرسی نمود. قاریکه گفتند که زنی میانه حضرت بناگه کسل شده مانده است و ایشان به جده مبارک به خانه یک طبیب آشنایشان آمدند. خیر، فرض کردیم که به این روایت باور کردیم. گفتم در دلم فرض کردیم که همین قدر سالها حضرت ایشان با خدمت طبیب شهر خود قناعت می کردند و امروز 500 کیلومتر راه را برای مصلحت طبیب اینجایی طی کردند. خوش، باز چی؟ اتفاقا در اینجا 2 نفر همگذری شما را دیده ماندم، گفت ایشان محمود سلطان به گپ همراه شده. آنها حالا در کوچه‌اند و به دیدن شما آمده اند. در زیر سایبان دکان 2 مرد تقریباً 50 ساله مثل عرب‌های دولتمند لباس پوشیده ما را منتظر بود. پس از سلام علیک ایشان ما را شناسانید. این کس حاجی سعدالله، این کس حاجی شکرالله، پسران ملا محسنی عطار، گفت ایشان برادران را یک یک نشان داده و بر روی معنیدار نظری افکنده علاوه نمود. از گذری یلنبیک شهر سمرقند. برادران با قیافه جدی و با نظری آشکارا سینچکارانه افت و اندام مرا تماشا می کردند. همگذری بوده دیه؟ گفت یکی از آنها. ها، من در یلنبیک تولد یافتم، لیکن در 16 سالگیم از اینجا رفته بودم. پدری ما را می شناسید؟ نه، سالی که پدرتان وفات کردن من خیلی خرد بودم. به چند در آمدید؟ 35. این طور باشد حقیقتا یاش بوده اید. من تا این لحظه دیگر روشن فهمیده بودم که این صحبت در سری کوچه در پیش دکان بقالی برپا شده باشد هم مانند پرسشی شاهدان در محکمه دولتی یک نوع استنطاقی رسمی است. بنابراین من باید گردن شخی و فارغباری خود را یک سو گذاشته اثبات کنم که من خودی منم، کسی دیگر نه. حالا سخن درباره آبروی اعتبار گرجدنین مملکت من میرفت که حضرت ایشان میخواست اگر دست یابد به نام وی داغ بگذارد. حولی ما را می دانید؟ پرسید برادر کلانی که بریش و موی لبش سفیدی بیشتر افتاده بود. وی در پس کوچه محله در حدود محله ما و گذری در زنجیر واقع گشته است، گفتند و قناعتمندانه تبسم کردن برادران را دیده علاوه کردم. من با خواهر خردی شمایان در یک صنف می خواندم. نامش کبرا بود. در واقع من نام خواهر آنها را فراموش نکرده بودم، زیرا او خوشخطترین طالبه های مکتبمان بود و دفترهای او را
به خانه پیانیران و نمایشگاه های معارف خلق برده می ماندند. چهره برادران تمام یله شد. خصوصا کلانی آنها به ایشان محمود سلطان نگاهی طعن آمیز افکنده به علامت تصدیق سخنهای من تیز تیز سر جنبانیده می ایستاد. برادران از احوال زندگانی، کسب و کار حاضره و جای استقامت همگذران باز چند سوال دیگر دادند. سوالها اکثرا به بایهای سابق محله دخل داشتند که در وقتش کارخانه های کلان خصوصی چرمگری، بافندگی، حلواگری و غیره داشتند. کاسب و شاگرد و یتیمانی بسیاری را کار می فرمودند. ثانی‌تر برای گردن نفر آوردن به ترتیبات نو بدرقه شدند و پس از چند سال دیگر به وطن برگشته با مهنت خود روز می گذراندگی شدند. درباره این آدمان هر چیز شنیده بودم. به حاج سعدالله و حاج شکرالله گفته دادم. تا وقت خیر خوش قیافه برادران حاجی تمام دیگر شده بود. برادران راه سفید طلبیده اظهار تأسف کردند که برای مهمان شدن فرصت ندارم. از گفتار آنها خصوصا از سخن برادر کلانی یک آهنگ عذرخواهانه پی برده می شد. ایشان محمود سلطان به حولی ایرپورت در آمده با همه همسفران من بار دیگر آغوش کشاده خیرباد گفت و از همه آخر به نزد من آمده دستم را به دستش گرفته گفت: انا ملا، اکنون به وطنتان می روید. به همشهری ها هر کس شناسد سلامی مرا رسانید. به علامت رضا سر جنبانیدم. لیکن صحبت های کمینه را عیب نمی کنید. خواهش یک بار در مدینه اظهار کرده خود را تکرار نمود حضرت. میمان ها زیغ نشوند گفته 4 تا چق چق کردم دیه. شما بسیار مهمان نوازید ایشان نمک. لحظه چشمان حضرت تیره گشتن. کدام یک موشک رویش پرید ولی در خود را به خوشحالی کودکانه انداخته گفت: دستم بند بود، مهمانداری کذایی هم نشده است. نه، اینطور نگویید. چرا؟ اعتراض کردم من. غایت مهمان نوازی همین است. حضرت دید که از این گفتگو مراد حاصل نمی شود. دستی مرا سر داده رو به همه گروه ما آورد و برای سفر راه سفید طلبیده دعای قیق کرد. نیم ساعت نگذشته به ما طیاره دادند. از رو با تازی های حضرت ایشان علمم می آمد. من چی کردم در حق او یا در حق عربستان او؟ گناهم این که موی سر دارم یا این که مثل دیگران آبادی مسجدهای مکه و مدینه را ها گفته تعریف نکردنم معقول نافتاد. آخر از روی منطق عادی ترین هم دختر از قاری و قاری بچه ها باید تفاوت داشته باشد. یعنی اگر من همراه اینها نمی آمدم مگر حضرت نریمان و قاری مشرف 78 ساله که در مینای مبارک به درد شکم گرفتار شده رمق به جانش مانده بود مگر صحت و سلامت در این طیاره پینک رفته می نشستن؟ نه، هزاران بار نه. طیاره با آسمان بحر سرخ برآمده به راه راست خرطوم داخل شد. از کابینه اکیپاژ کماندیر طیاره بیرون آمد. وی مرد تنومند میان سالی امریکایی بود. به کسی نگاه نکرده با تمکین و وقار قدم پرتافته به دم طیاره رفت. عبدالصمد اکا گفت که در اکثر کشتی‌های آبی و هوایی مسافرکشانی عربستان
وظیفه کپیتان یا کماندیر را امریکاییان بجا می‌آورند. طیاره های حربی ریاکتیوی را باشد جوانان میرانند که از عائله های مهاجران سیاسی برآمدند، از جمله مهاجران اویغور، ازبک و تاجیک. بعد آن که طیاره ران‌های مقیم کشور چند هواپیما را همراه خود گرفته به مملکت‌های مستقل عرب رفتند و پناهگاه سیاسی طلبیده در همان جا ماندند. همین گونه ترتیبات جاری شده است. این نکته حالا برای کمینه تسلای خاطر بود. در کشوری که به فرزندان خود اعتماد ندارد، چه جای تعجب که از پس یک مسافر اینقدر جاسوس را مانده لطی بازی ها می کنند. تصدق شوند حیاتگاه ها کس را به محیط می انداخته است که چند روزه از هوای آن نفس کشیده چگونه به نجابت و حسن انسان شبهه پیدا کردنتان را خودتان نفهمیده می مانده اید. خودتان پی نبرده می ماند که در قلبتان جای اعتماد را به همه جای جاری کردیدنی قاعده های نیکی برابری و برادری نوع بشر، جای اعتقاد را به همه جای تبدیل یافتن انسانی بزرگ دل و نیک نهاد و آزاده و پاک سریش کیم چگونه حسیات یأس آمیزی کراهت انگیزی می گرفته است که از معاینه ریا، کینه و عداوت چند نماینده ناشود این نوع معظم پیدا می شده است. چه خوش که هر امتحان را در برابر ابتدا انتهای نیز هست. وقتهایی بود که به مملکت‌های خارجه سفر کردن رفیقان همکسبم را دیده به آنها حسد می بردم. در آرزوی روزی بودم که من هم به یگان طرف دنیا رفته چه بودن کپیتالیزم و یا فیودالیزمش را به چشمان خود ببینم. هر بار که از تأثیرات سفر، از عجایباتی در مسافرت دیده با شوق و ذوق نقل کردن کسی را می دیدم، آرزویم در دلم بیشتر علنگه می زد. حالا می دانم که اکثر آن جهان دیدگان از شیرینکاری بدلی سامی آن تخمی هوس می کاشتند. بله، از شیرینکاری. نقل میکنند که 3 جوره شوخ و شیرینکار در خانه کسی مهمان شدند. صاحب خانه 1 طبق شوله آورده و خوردن تکلیف کرده است، اما نگفته است که احتیاط شوید شوله گرم جان سوز است. جوره یکم دست به طعام برده برابر به دهان گذاشتن لقمه اولین اشک در چشمانش چرخ میزند. چی شد؟ میپرسد 2 نفر دیگری. هیچ میگوید اولی. وی میخواهد که اصل واقعه را آن 2 جورش در تجربه خیش بفهمند. هیچ چیز نشده است. مادر کلانم سخت کسل بود. حالا به یادم رسید. جوره دوم لقمه گرم را به پروا به دهان میگذارد. وقتی که چشمانش از آب پر میشوند، سومی میپرسد خوش به تو چی شد؟ هیچ، میگوید اونیز. با جوره هم دلم سوخت که احوال مادر کلانش بد بوده است. وقتی که جوره سوم از شدت سوزش دهان آبی دیدهش 6 قطار میریزد، 2 نفر اوله خنده کنان میپرسند جوره جان چرا میگیری؟
چرا نگریم؟ میگوید او پدر قصوری مادر کلانتان مرد. موی سفیدی من. ما را خادمان سفارتخانه امان پیشواز گرفتند. بعد آورده در حجره های کشتی آمدورمن که همچنان به ساحل نیل جفت شده می ایستاد جابجا کردند. من و اسرافیل در حجره پیشتره وی جای گرفتیم. اولین بار در دوام 2 هفته در پیش آینه کلان حقیقی ریش خود را تراشیدم. به اندامم نگاه کرده قریب بود که خودم را نشناسم. رنگ رویم مثل آنکه نو از بستر بیماری برخاسته باشم زهیر بود. موی چکه هایم سفید شده است. اسرافیل به پهلویم آمده ایستاد و لباسهای تازه پوشیده سله نوی سفیدی از عربستان خریده اش را بسته بود. من این را هر روز می دیدم، گفت او با چکه های من اشاره کرده. اما از گفتن چی فایده؟ غم نخور دادرم، اعلام نمود اسرافیل با نوازش. در زمان جنگ در 22 سالگیم بار موی سری من سفید شده بود. ثانی باز به اصل قدیمش برگشت. تو در جنگ اشتراک کرده بودی؟ ها، گفت او از چی سبب خجالتمندانه سر خم کرده و در همان حالت که سرش بروی سینه‌اش خم بود با آواز پست علاوه کرد. از اول تا آخرش، از کورسک تا وینا 1 آردن و 4 مدال گرفته بودم. خیر، من رفتم. بناخواست آهی کشیده گفت اسرافیل و از حجره برآمده بیرون رفت. من او را تا سر کوچه گسیل کردم. وی همراه قاری اکا تیمورجان قاری، 4 قاری کهنسال و ملا تیشبای به افتابوسچه سفارتخانه امان سوار شده به قبول قاضی القضات ریسپوبلیکای سودان جناب سید علی میرغنی رفت. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی اثری درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضل‌الدین محمدی شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرعلی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتار 39.